حافظ اسرار الهی کس نمیداند خموش، از که میپرسی که دور روزگاران را چه شد. درود بر شما، درود بر مخاطبین خوب ما در کافه خبر، کیمیا نیوز و آپارات. خوشبختانه تمام نقاط کشور بارش شدید باران در برخی از جاها موجب به سیل و سیلاب شده. برخی استان‌ها هم بارش شدید برف باعث شده که مسدود بشه راه‌های ارتباطی شهرها با روستاها و مرکز شهر، من جمله اصفهان، کرمان، چهارمحال، بختیاری. اینا خبرهای خوبیه. تهران هم در منطقه شمیرانات بارش خوبی داشتیم و به امیدی که خصوصا تهران هم ما یه بارشی داشته باشیم که هوای خوبی را شاهد باشیم. امروز به اتفاق امیرحسین خلیلی دبیر سرویسمون، عرفان بیاتیان دبیر سرویس عکسمون، اومدیم به آمفی‌تئاتر زیمامال در معیت استاد فیروزه واقفی عزیز، فرزند یکی از روزنامه نگاران اسطوره کشورمون، و استاد صمد موسوی از هنرمندان خوب آذربایجان شرقی که در جمع ما هستن. و امروز قراره که با بچه‌های استاد سارا ضابطیان همونطور که میبینید یک یلدایی رو داشته باشیم در گالری تمشک. امیدواریم که یک رویدادهای خوبی رو شاهد باشیم. ما رو دنبال کنید و با ما باشید.